سلام و درود فراوان، درودی که هیچ کسی تا الان بهتان همچین سلام و درود محکمی نکرده. امیدوارم که روزگار بر شما خوش و خرم و سرحال و دبش و قربراق و شاداب و همه چی تمام باشه. میخوایم بریم یه دانه دیگه قسمت های فوق‌العاده سمی سمفسی خدمتتان گزارش بکنیم. یه سری از بازیکنان تیممان عوض شده، تیممان فوق‌العاده جذاب داره کار پیش میبره. دامفریز اسمای عجیب غریب، مولر یه پاس کیری میده، کامپوس توپو سری میربایه. این تیمی که ما مقابلش داریم بازی میکنیم یه تیمی هست که احساس میکنم تیم چغری هست. تیم ما MBDX و این تیم مقابل ما است فکر کنم یکی از فامیلای استون باشه. یک موقعیت عالی واسه حمله بود. لریسون کیری مقام توپ ربایی، کامپوس بکام نیکو پاز، لامپارد، پاسکاریای ریز، پاسکاریای تخمی چقری یا علی. ببینیم چه کار میکنن. اگه یه شوت محکم اینجا بزنن میتونن کارو یک سره کنن یا نمیتونن. نه، مثل این که فعلا خار این تیم قرار گایده شه. کانه، نیکو پاز، چرا انقدر پاسامون کیریه؟ چرا انقدر پاسامون کسشره؟ روبرتو کارلوس اصلا بگاه رفته بازی. احساس میکنم یک آپدیت کیری روش اعمال کرده. EA Game Challenge Everything جمله بود که قبلا شرکت EA میگفت، الان میگه تونگه. یک چونی آوردن که اعلام میکنه چه اتفاقی داره میفته. نیکو پاز، برگردیم به بازی. توپ همچنان کسکلکانه داره در زمین کس چرخ میزنه. دیوید بکام گتوزوی 111 یه پیک فوق‌العاده عالی. 22,000 تا جم کسکش رو خرج کردیم که بتونیم این بازیکن رو دریافت کنیم. یک به اضافه زرد دیگه. آندرو پیرلو یک سانت و یک شوت ها توی دروازه. گل زیبای لمپارد. میبینیم دستشو کرد تو کون کارلوس. واقعا پیرلو اینجا زیبا سانت کرد. نشون دادن که واقعا حق این اوور 111 رو دارن، حتی شاید به مراتب اوورهای بالاترم. خیلی بازی کسکلک تموم میشه. دقیقا روی دقیقه 45 ساعت می ایسته. چقدر زود برگشتیم بینندگان عزیز. زودتر از آب خرگوش ما برگشتیم. اون یه 7-8 ثانیه طول میکشه، ما توی 3-4 ثانیه یا علی حمله برقاسا. چه شد؟ فکر کنم آفساید بود. کره کس ننت بیناموس. خطای کی بود؟ روبرتو کارلوس اون دور خیلی کیری میزنه زیر توپ. یک لحظه احساس کرد جوونه، جویای نامه، ولی جویای نان باش کونی. نیکو پاسو میده به لامپارد نشون میده هنوز مثل قدیم داره حرکت میکنه. اینجا کیری ترین تاریخ بود. اینجا همون لحظه‌ای بود که آفساید به وجود اومد. متاسفانه توپ ما بگاه میره. یک پاس بلند میندازه این دروازه‌بان. نمیدونم میخواد چیو ثابت کنه. میخواد بگه من قویم، تو اینم نیستی. نادرست. لمپارد پاس میده به نیکو پاز. به بازی برگردیم، از کسچر کم کنیم، به فوتبال بیافزاییم. مولر رو شوت بزن. پیرلو، کامپوس، حرومزاده، بی وجود. ای والا، یه پاس محکم دیگه. پیرلو شوت کن خودت و توی دروازه. وای، یه گل ککش. یه گل کهکشانی زدیم پسر. چه کار کردیم پسر؟ البته ماشاءالله سن نیر خری رو داره. حداقل 80-90 سالی عمر گرفته از خدای منان. خداوندا تو را سپاس به خاطر این پیروزی مسرت بخش، پیروزی قدرتمند. خیلی وقت بود که طعم پیروزی رو تیم ما نچشیده بود.
یک مدت مدیدی از میادین به دور بودیم. مولر سری خارشو میگم طبق بازی قبلی، روتی گویی، هیچ گویی نیستی، قراره بیاد داخل زمین. من احساس میکنم این حمله انجام بشه، روتی گویی نمیاد تو زمین، مولر یه گل میزنه. ببینیم آینده نگری ما چه اتفاقی میافته. یا حضرت عباس و توی دروازه کامپوس رو میبینید. اون کی بود از سربازی برگشته بود، سرشو تراشیده بود. آفرین، باری کلا بچه ها، مرسی. جایزه ماماناتون یک موز بزرگه، میتونید بعد از تموم شدن بازی ببرید خونه. دستتون درد نکنه بچه ها، فوق‌العاده بودید بچه ها. کیر کردی تو کس اول تا آخر این تیم مقابلمون. البته منظور با خود اون شخص نیست، من منظورم افراده که بله مرسی که تا اینجای کار با ما همراه بودید. با نتیجه 3-0 این دروازه‌بان چاغال کی بود آورده بودیم. من یک بار دیگه دوست دارم یکی از گل‌ها رو ببینم، مخصوصا گل دوم که پیرلو زد واقعا عالی بود. کسشر یکی پس از کسشر. ببینید اینجا یک لحظه یک پاسکاری، من اینجا پیرلو رو تحریک کردم و چه گلی زد. روز و روزگار بر شما خوش و خرم. ما رو به دوستاتون حمایت کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید، از ما حمایت کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب اگه دوست داشتید، اگه لذت بردید. اگرها رو بذاریم کنار، امیدواریم که هم دوست داشته باشید هم لذت ببرید. قلب مراقبت کنید. روز و روزگار بر شما خوش.